cat scratch, cat scratch, cat scratch. و حالا ازتون میخوام که اگه تونستید این چالش رو با رفیقاتون انجام بدید، یه فیلم بگیریم و واسه هم ارسال کنید که ببینم واقعا همچین اتفاقی میفته، کار میکنه کار نمیکنه. من خودم میخواستم انجامش بدم ولی خب کسی رو ندارم حقیقتا که این کارو باهاش انجام بدم، وگرنه انجام میدادم. و خب میسپارمش به شما. این چالش میگن زیاد خطر نداره ولی خب بازم مواظب باشید با افراد همسن خودتون این کارو انجام بدید. اما حالا چالش بعدی که قراره واسهتون معرفی کنم به قدری عجیب و دارکه که واقعا من هیچ مسئولیتی بابت کسایی که این چالش رو میخوان انجام بدن ندارم و باید با رضایت خودتون انجامش بدین. به من هیچ چیزی نداره، میگی چی؟ من فقط معرفی میکنم و توضیح میدمش. این چالش همونطور که بهتون گفتم، از طریق این چالش میتونید بفهمید که زبونم لال به چه روش و به چه دلیلی کشته میشید. Will it kill me? And as you can see, I took a little bit of a field trip today, or tonight really. حالا من راستش رو بخواین نمیدونم از بین خوشتیپایی که دارن این ویدیو رو میبینن چند نفر به فال گرفتن اعتقاد دارن. فال یه چیزیه که از طریقش تا حدی میتونین آینده رو پیش بینی کنین و خب یه چیزیه که میگم بعضیا بهش اعتقاد دارن بعضیا بهش اعتقاد ندارن، که حتما توی کامنت بنویسید آیا بهش اعتقاد دارید یا نه. خلاصه یه جورایی مثل فال گرفتنه، اما خب از نوع تاریک و ترسناکش. و اسم این چالش هست تسوچی اورا. حالا اگه درست گفته باشم که یکی از عقاید محبوب ژاپنیاست، عقاید ترسناکشون. و این چالش یه زمانی انقدر معروف شده بود داخل ژاپن که خیلی از مردمای ژاپن آینده خودشون رو به این چالش گره زده بودن. یعنی هر چیزی که این چالش میگفت و بهش اعتقاد داشتن و شدید بهش باور داشتن. یعنی اگه رفتید ژاپن و یه ژاپنی توی خیابون دیدید، اگه بهش بگین چالش تسوچی اورا مزخرفه، ممکنه با چنگال بکنه تو چشتون، ولی شما نمیتونید تو چشش بکنید چون چششون تنگه. چی دارم چرت و پرت میگم. و حالا خلاصه خیلی هم هستن که میگن او نه بابا این فقط یه چالش، چیز خاصی نیست، اصلا اتفاقی نمیفته. اما خب هر چیزی واقعا یه جنبه تاریک داره. حالا این چالش یا این فال چجوری انجام میشه؟ برای انجام این چالش میتونید 1 نفر باشید، 2 نفر باشید، 10 نفر باشید، 100 نفر باشید، هر تعدادی که باشید مشکلی نداره. مرحله بعد شما باید یک شانه واسه خودتون تهیه کنید از این مدل شانه ها که صدا بده، به همراه یک شی مثل مجله، کتاب یا هر چیزی که باهاش صورتتون رو بپوشونید. بعد از اینکه هوا تاریک شد، تقریبا ساعتهای 12 شب به بعد به یکی از نزدیکترین چهارراهای خونتون برید و یه قسمت از چهارراه وایستید. بعدش با دستتون روی شانه بکشین تا شانه صدا کنه. این کارو باید 3 بار انجام بدید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، این جملاتی که الان بهتون میگم رو تکرار کنید. تسوچی اورا، تسوچی اورا، به من پاسخ بده. Okay. Sugiura, Sugiura, grant me a true response. Sugiura, Sugiura, grant me a true response. Sugiura, Sugiura, grant me a true response. بعدش منتظر بمونید. به محض اینکه یه مرد غریبه داشت میومد سمتتون، با اون مجله جلوی صورتتون رو بپوشونید و جلوی مرد غریبه قرار بگیرید و ازش بپرسید که ای مرد غریبه، من چگونه میمیرم؟ اگه اون شخص پاسخ نداد و رفت، که بیشتر افراد فکر میکنن آره مثلا خلوچره این یارو چی داره میگه، چرا همچین میکنه، بیشتریا جواب نمیدن و میرن واسه خودشون. و بعد اینقدر این کار رو تکرار کنید که آخر یکی بهتون جواب بده. برای مثال یه شخص غریبه از خیابون رد میشه، من میرم جلوش وای میستم و میگم ای شخص غریبه، من چگونه میمیرم؟ مثلا اون میگه آره تو غرق میشی و میره واسه خودش. و حالا طبق عقاید ژاپنیا و طبق این فالی که ژاپنیا کشفش کردن و اختراعش کردن، میگن دقیقاً نحوه و دلیل مرگتون همون چیزیه که اون شخصه گفته. یعنی حالا غرق شدن، تیر خوردن یا هر چیزی ممکنه باشه. و قسمت ترسناکترش مال اینجاست که اون شخص غریبه‌ای که میاد سمتتون و بهتون جواب میده، طبق عقاید ژاپنیا اون شخص یه انسان نیست. یعنی هر موجودیه غیر از انسان که اومده پیش بینی کنه مرگتون رو و میخواد دلیل مرگتون رو واسهتون زودتر بگه. که خب واقعا فال یا چالش عجیبی بود. پیشنهاد میکنم اصلا این چالش رو انجام ندین، فقط در حد اطلاعات عمومی توی ذهنتون باشه. من خودم میخواستم انجامش بدم ولی میترسم این سفر مثلا برم توی چهارراه وایسم یه مرد غریبه بیاد آقا من چجوری میمیرم همین الان
و خب در کل ارزش ریسکشو نداره. من از هر چیزی نمیترسم به غیر از مردمان تاریکی شب. واقعا اصلا فکرش هم نکنین. چالش اولو انجام بدین، مشکلی نداره. اون چالش پنجه گربه اون خطری نداره. بعد حتما فیلمشو واسم ارسال کنین. و اینکه مرسی که فیلمو تا اینجا تماشا کردین. برای بچه عشق من این دیگه لایک کاین و سابسکرایب فراموش نشه. تا فیلم‌های بعد، خدا نگهدار.